سلام بچه‌ها، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل مینی 8. امروز میخوام یه سری توضیحات درباره کلاس کمتر شناخته شده ریفیتر بدم. این کلاس برخلاف چیزی که به نظر میاد کلاس خوبیه و کارآمده و بعضی جاها میتونه جون ما رو نجات بده. یکی از قابلیت‌های این کلاس اینه که وقتی اونو میندازید میتونید یه سری آرمور کوچیک آبی رنگ بردارید که باعث میشه درصد کمتری دمیج بخورید. یکی دیگه از قابلیتاش اینه که وقتی انواع آرمور رو میزنید زمان کمتری صرف بشه و سریعتر اون آرمور رو بزنه. زمانش هم این بالا براتون نوشتم که کارتون راحت تر بشه. یکی دیگه از قابلیتاش اینه که وقتی سوار هر نوع ماشینی، هلیکوپتر، جت، هاور، هر چیزی بشید هر 5 ثانیه 2 تا HP اون خودرو پر میشه. وقتی پاور آپگرید بردارید و برگردید این سری هر 5 ثانیه 3 تا از HP اون خودرو پر میشه که قابلیت خیلی خوبیه. و همچنین وقتی با پاور آپگرید این آرمور رو میندازید با هر بار انداختنش 2 تا از اون آرمور میتونید بردارید که قابلیت بسیار عالیه. ممنون از اینکه این ویدیو رو تا آخر دیدید. لایک و ساب فراموش نشه. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.